به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک مخاطبان آنتن. من حسین علیرضایی هستم همراه شما با گزارش این مسابقه. فرصت داخل محوطه، فرصت هست برای النصری و این پاس و دروازه که باز میکنه. ژائو فلیکس حساب کار رو 1-0 میکنه. حرکت کینگزلی کومان، پاس ارزی و ضربه تموم کننده ژائو فلیکس النصری رو به گل اول مسابقه میرسونه. به گوشه دروازه فرستاد و برتری رو آورد. ارسال رو به جلو رو انجام میده، پشت سر مدافعان حریف رو هدف میگیره. کینگزلی کومان از پیش رو میخواد برداره مدافع مقابلش رو. کینگزلی کومان ارسال روی دروازه، ژائو فلیکس رفت واسه برگردون زدن که توپو به بیرون فرستاد. الپسی، کینگزلی کومان ارسال بلندش به سمت چپ رسیده به سادیو مانه، پاس برای رونالدو داخل محوطه جریمه، ضربه رونالدو و توپ که با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون میره. موفق نبودن و مالکیت در اختیار بازیکن النصر قرار داره. پاس رو به جلوی ژائو فلیکس برای سادیو مانه. اونور چه فضایی داره کینگزلی کومان. مانه از بازیکن مقابلش عبور کرد. 3 نفر داخل محوطه جریمه هستن. خود مانه چقدر مغرورانه عمل میکنه سادیو مانه. چه بخت خوبی بود که از دستش دادن بازیکن النصر. در خودی آنجلرسو روی دروازه توپش به رونالدو نمیرسه اما به کومان رسید. فرصت برای النصر رو این ضربه به سمت دروازه که بازم بوریان توپو جمع میکنه. تا توپ سمت راستی ارسال رو انجام میدن. تاثیرگذاری از گونزالز تو پشت محوطه جریمه در اختیار بازیکن النصر قرار داره. ایمن یحیی روی پای چپ ضربه‌اش هست، همونجا میزنه. درازکش توپو جمع میکنه. بوریان بالای هواداری النصر رو شاهد هستی. حرکت رو به جلو کینگزلی کومان توپو در اختیار گرفته. فرصت برای گل دوم النصر. کینگزلی کومان حساب کار رو 2-0 میکنه. همیشه یه گل و یه پاس گل. ببینید با فضای بین مدافعان رو در نظر گرفت، نفوذ کرد و اینطوری توپو تونست به تور دروازه بچسبونه. یه حرکت بازم داخل محوطه. حالا رونالدو، کریستیانو رونالدو حساب کار رو 3-0 میکنه. ببینیم با هم دیگه ژائو فلیکس پاس قشنگش برای رونالدو و اینطوری از سد مدافع مقابلش عبور کرد و توپو درون دروازه قرار داد. تموم نشدنی دنیای فوتبال. همچنان کومان ارتباط رو قطع کرد. حرکت کینگزلی کومانی و چه فضایی داره. سادیو مانه بازی رو میبره به سمت چپ. بازم مانه بازم تک به تک شد با دروازه‌بان. این بار ژائو فلیکس و دروازه‌ای که باز میشه. 4-0 ژائو فلیکس تو این مسابقه بوده. از برخورد رو دارن. گل چهارم مردود میشه. جای اشتباه کردن. پاس قشنگ رونالدو. ژائو فلیکس باز رو برد برای کومان. کار ترکیبی بازیکن النصر. رونالدو روی پای راست حرکت ارضی. حالا ژائو فلیکس با پای چپ دروازه رو باز میکنه. ترکیبی قشنگ یا رونالدو رو برخورد به پای مدافع حریف رسید به ژائو فلیکس. سرضرب و قشنگ توپو به گوشه دروازه فرستاد. 5 گله میشه ژائو فلیکس در این فصل از رقابت‌های لیگ عربستان. 3 بازی و 5 گل. در اختیار بازیکن اندریاس قرار داره. یرسو روی دروازه. فرصت برای اینکه اونا هم یه گل بزنن که زدن. محمد اوسیلا یکی از 4 گل خورده تیمش رو جبران میکنه. فرصتی که خوب انجام دادن روی دروازه. بهتر قطع کرده ارتباطو محمد اوسیلا. اشتباه اینیگو مارتینز و سیماکان توی یارگیری باعث شد تا اینطوری دروازه تیمشون باز بشه. چه ترتیبی ضربه زده میشه. حرکت ضربه به سمت دروازه که خیلی بد زد اونجا. باربت ضربه خودش رو چه حرکتی آغاز کرده. سادیو مانه وارد محوطه جریمه میشه. مانه روی پای راست. چه ترتیبی ضربه ایستگاهی خودش رو خواهد زد. رونالدو حرکت میکنه. رونالدو ضربه رو میزنه. توپش به دیوار دفاعی برخورد داشت. سر بازیکن حریف برخورد کرد. دوچار آسیب دیدگی میشه اونجا. بار دومیه که توی مسابقه توپ به داور بازی برخورد میکنه. بازم فرصت برای النصر. کریستیانو رونالدو بازم گلزنی میکنه در این دیدار. ببینیم با هم زرنگی ژائو فلیکس
گردش در اومد، ارسالش برای کومان، پاس او برای رونالدو، اینطوری دروازه خالی رو باز میکنه کریستیانو رونالدو. یه ذره سنه قبلی هم مشکوک بود حرکت کینگزلی کومان، ارتباط تو آخرین لحظه و رونالدویی که عبدالرحمن غریب، ارسال بلندش برای رونالدو، این ضربه سر و توپی که به بیرون میره. عبدالله الخیبری دوباره علی الحسن رو صاحب توپ کرد، ضربه از راه دور زمینی زده میشه که کورنر برای النصر به دست میاد. مهران حالا میخواد برای النصر به بازی بیاد. النصر باید زده بشه، عبدالرحمن غریب پشت توپ قرار گرفته. 86مین دقیقه ارسال به تیر اول، ارتباطی که لحظه قطع شد، سیماکان ضربه برگردونش میزنه که توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. سمت چپ رونالدو توپو در اختیار گرفته، پاس رو به جاش برای عبدالرحمن غریب، فرصت برای النصر رو، گل ششم که این ضربه از کنار دروازه به بیرون میره. روی این توپ ضربه علی الحسن بود که نفوذ کرده بود و واکنش بوریان توپو به کورنر فرستاد. عبدالله الامری هم جلو کشیده، ارسال بلند روی دروازه، این ضربه سر، بوریان توپو برمیگردونه. در این لحظه پایان مسابقه به صدا در میاد. برتری 5-1 که النصر مقابل الیاز در هفته سوم لیگ حرفه‌ای عربستان با درخشش این چهره کریستیانو رونالدو، مرد تمام نشدنی فوتبال دنیا. شبتون بخیر، خدا نگهدار.